اگه داری این ویدیو رو نگاه میکنی احتمالاً تامنیل برات جذاب بوده یا شاید تیترش باعث شده که دلت بسوزه یا ترحم بکنی یا شاید هم واقعا کنجکاوی خاصی رو برانگیخته در تو. به هر حال ممنونم که کلیک کردی روی عکس، اما این احتمالاً آخرین ویدیوی این کانال هستش، چون که تقریباً به این نتیجه رسیدم که یوتیوب جای من نیست یا شاید من به درد یوتیوب نمیخورم یا همچین چیزایی. شاید اسمش افسردگی یا ناله کردن یا ناامیدی باشه، اما هر چی که هست یه چیزی رو باید بدونیم. اینجا کانال دوم منه. کانال اول حالا لینکش توی دیسکریپشن هست. یه کانال دیگه من قبل از این کانال داشتم، توش سعی می‌کردم تولید محتوا انجام بدم و اون کانال حالا به هر علتی که بود اونطوری که شاید بقیه رشد میکنن رشد نداشت. من اینو میدونم که رشد توی یوتیوب برای همه یکسان نیست، یک شکل نیست و زمان خاصی براش در نظر گرفته نشده، بستگی به الگوریتم داره، بستگی به کلیک ریت داره. همه اینا رو تقریبا در جریانش هستم. ویدیوهای آموزشی زیادی رو دیدم، کسایی که موفق شدن رو دیدم، کسایی که داشتن یاد میدادن چطوری توی یوتیوب موفق بشی رو دیدم. همه اینا بکنم. چیزی که میخوام بگم اینه که من خیلی سعی کردم و حقیقتا مثل خیلیای دیگه درآمد دیگه ای رو ندارم که بگم خب حالا اون سر جاش، اون پوله هستش، حالا بیام یوتیوبم کار بکنم که شاید یه روزی بگیره. نه، من همچین آپشنی رو ندارم. با 30 سال سن گفتم بیام یوتیوب کار بکنم که هم بتونم با آدمای بیشتری مثل شما دوستای جدیدی پیدا بکنم و آشنا بشم، همین که درآمدم رو داشته باشم، همین که بتونم شاید یه چیزی یاد بدم یا شاید بتونم کسی رو بخندونم به اندازه خودم. اما دیدم که انگار که همچین اتفاقی قرار نبوده بیفته یا قرار نیست بیفته یا شاید بخواد بیفته، نمیدونم. اما این ویدیو میتونه ویدیو خداحافظی من باشه از کانال یوتیوب، چه این کانال چه اون یکی کانالی که وجود داره. اولین بار که توی این کانال دارم جلو دوربین قرار میگیرم، ولی اونجا همش خودم بودم، حالا با دوستان بودم یا هر چیز دیگه ای. اما اگر این ویدیو دیده نشه و این کانال رشد نکنه، من مجبورم که برم. کمکی که از شما میخوام اینه که سابسکرایب کنید. گدایی نیست، حمایت، درخواست حمایته. سابسکرایب کردن، بالا رفتن واچ تایم، بالا رفتن تعداد سابسکرایب و همه اینا. چون همه ما توی شرایط خاص و عجیب غریب و پیچیده‌ای هستیم که فکر می‌کنم اگر به هم دیگه کمک بکنیم خیلی اتفاقات بهتری بتونه واسه هممون بیفته. نمیدونم کجای کار میلنگیده تا الان. محتوام خوب نبوده، موضوع محتوام خوب نبوده، مدل بیانم خوب نبود، من نمیدونم. طراحی تامنیلم خوب نبوده، واقعا نمیدونم. اما سعی کردم دست تنها بهترین چیزی که میتونم و بسازم و آپلود بکنم و پخش کنم. حتما یه چیزی وجود داشته که رشد حاصل نشده. توقعی هم ندارم که این ویدیو الان مثلا باعث بشه که این کانال مانتایز بشه یا درآمدش شروع بشه یا هر چیز دیگه ای. شاید یه ادای احترام به تلاشی بوده که تا الان کردم، یه ادای احترام به عزیزایی که ویدیو رو دیدن، کامنت گذاشتن یا سابسکرایب کردن، چه این کانال چه اون یکی کانالو. اما من واقعا خسته شدم و فکر میکنم که حداقل این مسیری که توش قدم گذاشتم برای من جوابگو نیست. برای خیلی دیگه جوابگو بوده قطعا. تویی که داری این ویدیو میبینی هم دیدیشون. شاید این راه مال من نبوده و خیلی سخته ول کردن همه چی. و اگر دیده نشه این ویدیو همین دوربین که داره فیلم برداری میکنه، لپتاپ که باهاش ادیت‌ها رو انجام میدادم، همین میکروفون، همین نوری که الان داره تصویر رو حالا یه روشنایی بهش میده، همه چی رو باید بفروشم و وارد ماتریکس زندگی بشم. صبح برم یه جایی برای یه نفری کار بکنم، برگردم بخوابم، یه زندگی معمولی که 30 سال ازش فاصله میگرفتم، به خاطر اینکه احساس میکردم که اون زندگی مال من نیست. اما اگر این ویدیو هم دیده نشه و نشه و نشه و نشه، باید تسلیم بشم. خیلی وقتتون نمیگیرم عزیزم. امیدوارم که اگر
برای من نشد برای تو بشه. امیدوارم تو به تمام رویاهایی که توی ذهنت داری برسی و همین، همیشه خوشحال و خوشگل باشید. خدا نگهدار.